سلام عشقت باش. من مستر توری هستم. خوش اومدین به ویدیو. توری امروزمون در مورد جهانهای موازیه. حالا جهانهای موازی همتون که خبر دارید، جهانهایی هستند که ما به صورت موازی و قرینه درش زندگی میکنیم و حتی امکان داره جهانی که توی زندگی میکنیم، حتی کره زمین، به شکل دایره‌ای نباشه، مکعبی باشه، گرد باشه، یا گرد که نه، مکعبی باشه، صاف باشه، مثلثی باشه، هر جوری باشه. ما میخوایم امروز بگیم که یه لحظه چشام میخوایم امروز راجع به جهان موازی حرف بزنیم. جهان موازی همونطور که براتون توضیح دادم همون چیه. حالا میخوام یه جور دیگه براتون توضیح بدم که اونایی که نمیدونن بفهمن. فکر کنید من یا هر کس دیگه ای تو این جهان یه انسان عادی هم، یا شاید من یوتیوبرم، ولی توی یه جهان موازی من ممکنه استاد دانشگاه باشم، توی جهان دیگه فقیر باشم، توی جهان دیگه حتی شاید به دنیا نیامده باشم. این احتمالات خیلی حالت واقعی داره. حالا میخوام بگم که جهان موازی چجوری پورتالش باز میشه. ببینید زمانی که بمب‌های اتمی مثل بمب هیروشیما یا ناکازاکی میترکن، بعد انفجارشون بیشتر از حدی که تصور میشه باشه. یعنی بمب هیروشیما وقتی که ترکید باید خیلی بیشتر از منطقه هیروشیما میرفت، ولی نرفت. چرا؟ توی بمب‌های اتم وقتی که تمام عناصر تمام همون مخلوطات شیمیایی که واسه ترکیدن میشن میذارن، یه عنصر اضافی میذارن کنارش که تعادل اون وزنش رو حفظ کنه. اون عنصر از همه چی ترکیب شده، به همین علت بهش میگیم عنصر همه چی. عنصر همه چی وقتی که با عناصر بمب اتم ترکیب میشه، با مخلوطات شیمیایی بمب اتم ترکیب میشه و میره تو هم، یه پورتالی درست میکنه به جهان موازی. حتما براتون سوال میشه وقتی بیشتر انفجار بمب اتم رفت به جهان موازی نابود نشد؟ نه خیر، چون انفجار وقتی که پورتال در اولین بار باز میشه داخل فضا باز میشه توی جهان موازی. پس این انفجار داخل فضا رخ داد و اینجوری شد که پورتال ما به جهان موازی باز شده. و پورتال وقتی باز میشن باز میمونن و هرگز بسته نمیشن. و وقتی که پورتال ها رو باز میکنن حالت ناپایدار دارن پورتال ها، یعنی فکر کنید هزاران در داخل هم در حال رفت آمد هستن و همشون هم درشون قفله. و این پورتال ها یه حالتی داره که چجوری بهتون بگم، انگار یه توپ دارید با جنبش خیلی بالا که وقتی زمینش میزنید هرگز وای نمیسته، یا وقتی زمینش میزنید همینجوری تندتر و تندتر میشه. پورتال ها همینجوری هرگز وای نمیستن و هر 20 دقیقه بعد در حال تلپورت از این سر دنیا به اون سر دنیا هستن. حالا چجوریه که یه سری ها میتونن اینا رو ببینن؟ کسایی که مثل من چشم سومشون نیمه باز و کامل باز هستش میتونن این پورتال ها رو ببینن و یا حسشون کنن. چطوری؟ حالا حتی میگید که چجوری میشه به جهان موازی سفر کرد. اینه که وقتی که یک انسان که چشم سومش کامل باز هست و تمام پتانسیل های چشم سوم رو داره، میتونه قدرتش رو متمرکز کنه و وقتی که پورتال پیدا کرد قدرتش رو متمرکز کنه رو پورتال و ذرات مولکولی رو به پورتال انتقال بده که این ذرات باعث میشن پورتال حالت پایدار پیدا کنه و سر جاش بمونه، ولی درهاش هنوز در همه و نمیشه ازش رد شد. اینجوریه که مولکول ها نمیذارن دره، وقتی که میخواد دره مولکول ها جلوش رو میگیرن و این پورتال سعی میکنه اینا رو داخل خودش میچرخونه که خستشون کنه. واسه همین فرد هر 1 ساعت یه بار بعد یه مقدار مولکول روش انتقال بده که بتونه جلوی این که اون پورتال دره رو بگیره. حالا چجوری میخواد متمرکزش کنه؟ یک فرد اگه بخواد پورتال رو متمرکز کنه میتونه از قدرتش استفاده کنه، ولی فقط 50 دقیقه میتونه اون کار رو انجام بده و بعد 50 دقیقه امکان داره پورتال بسته بشه و توی اون جهان موازی گیر بیفته. حالا حتما میگید چطور این کار میکنه؟ میتونه انقدر بهش مولکول وارد کنه، به پورتال مولکول وارد کنه که حدود 1 ماه یا شاید 2 ماه 3 ماه پورتال رو سر جاش نگه داره،
که بتونه یک حالت توپ صحبت کننده بهش میگن درست کنه بعد از تحقیق‌های زیاد که بتونه اون پورتال رو ثابت نگه داره. حالا توپ ثابت دهنده چیه؟ توپ ثابت دهنده 4 تا توپه، 4 تا دایره خیلی بزرگ هستش که به صورت این دو طرفه نبخشید 5 تاست که به صورت 2 تا اینجا 2 تا اینجا و یه دونه پشتش قرار میگیره که وقتی اینا همزمان روشن بشه درها رو در هم درها رو هول میده به سمت هم و یکیشون میکنه و قفلشون رو باز میکنه که بشه ازش رد شد. حالا وقتی که انسان میخواد این کار رو انجام بده باید اول اینقدر دقیق باشه حرکتش و سریع باشه که زمانی که میخواد دکمه استارت توپ ها رو بزنه مولکولی از انرژی داخل اون پورتال نباشه، یعنی مولکول انرژی در رفته باشن به پورتال سعی کنه در و وقتی اون دکمه رو بزنی پورتال شروع کنه به ثبات گرفتن. حالا چرا میگم وقتی مولکولی توش نباشه بعد این کاری کرد؟ چون اگه مولکول هایی که داخل پورتال هستن از انرژی، مولکول ها انرژی خالصن، یعنی چجوری بهتون بگم، یه گوی دارید که تشکیل شده از انرژی خالص، یعنی هرچی انرژی هست توی اون گوی هست و تو میخوای باهاش مثل یه آهن باهاش با یه آهنربای مغناطیسی خیلی بزرگ فشار وارد کنی و این یه انفجار نوترونی خیلی بزرگ رو در مقام میاره و امکان داره اول در پورتال بر همیشه نابود شه، توپ ها و خودت هم بگیری. واسه همینه که حتما باید دقیق باشه انسان و موقعی کار. وقتی که این کار بکنه پورتالی به جهان دیگه باز میکنه و میتونه عصر جدیدی رو در مقام بیاره. حالا یه سری ها میان میگن که حتما خب وقتی که پورتالی باز شه همه میخوان برن توی جهان موازی زندگی کنن و کسی دیگه اینجا نمیاد. نه خیلی، چون اینجوریه که وقتی تو میری توی جهان موازی مثل اینه که تو زمان به عقب برگشتی، یعنی نباید خودتو اونجا ببینی. خودتو که اونجا ببینی کل نظم کیهانی رو به هم میزنی و امکان داره حتی کل دنیا از بین برن. واسه همینه که هیچ وقت نباید توی جهان موازی خودت رو ملاقات کنی و اینجوری که بعد از دور حواست به چیه خودت باشه، حواست به یه جورایی همزاد خودت باشه که بتونی تیپ اون رو درست کنی روی خودت اجرا کنی که وقتی میری بیرون بقیه نتونن بشناسنت که مثلا بگن این تیپش خیلی وقت اونجوری بود چطور شده که الان عوض شده. ولی حتما میگه که چیه رو باید ببینیمش وقتی که نظم جهان از بین میره. اینجوری که وقتی شما همدیگه رو میبینید و با هم حرف میزنید یه حالتی جرقه‌ای داخل ریشه کیهان روشن میشه که اون ریشه کیهان رو از بین میبره و باعث نابودی کیهان و دنیا میشه و شاید هم حتی خود اون 2 نفر رو از بین ببره و بقیه رو سالم نگه داره. و دیگه حرفی ندارم. این بود از توری من راجع به جهان موازی و ساخت پورتال ها. پس تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.